باشد در این وقت شب؟ کی می شود دیگر؟ البته که شوکت است در قمار بای داده آمده است. نمی کشایم. کنی بینم این دفعه نمی کشایم جناب شوکت. خدایا توبه، این کی است که اینقدر زنگ را می زند؟ کی هستی؟ چی شد؟ من اینجا چیکار میکنم؟ یا خدایا چی شد؟ چی خیلی اینجا افتادم؟ ناممکن است. کالتاکلا زنده نیست. هرگز سری بین مرگ و زندگی را کسی گشوده نمیتواند. سردار، او را دیدم. نمیدانم چه خیل کرده است اما زنده است. مرگ گرفته‌اش را هرگز دوباره نمیدهد. نباید این خیل باشد. باوری داری که کالتاکلاس را دیده ای؟ باوری دارم سردار، او بود. فاروق التماس چشمانت رو باشید. فاروق با دقت باشید. فاروق اما که اکرم زهرا زود به ماشین شینید. خواهرم اینجا ما رو منتظر شد. مایلش خدایا یاری امانی. خانم میلیس چی شد؟ دیگر جای رفتن نداشتم. امشب در خانه تو میتوانم ایستم؟ بیا به داخل دروی. گوش کن. تو با من گفته بودی که کالتاکلاس مرد. اگر دعوا کنی که اونم مرده است، برای این باوری خودت کافی نیست. مرا باور کناندنت لازم. سردار، این رو در مدت کوتاه اثبات میکنم. چیزی که دیدی مرده است یا زنده فرق ندارد. پیدا کردن نزد من میاری. کالتاکلاس برای زنده ماندنش باید با مرد داد و گریفت داشته باشد. او رو حتما نزد شما میارم. رفتیم. رسیدیم فاروق طاقت زودتر باشید. زودتر شما را بمیرم. زودتر
جزدانم رو دید و میلی زنگ زدم مامان جون زودتر فرو مامان جون بگیر. با خدا هیچ چیز رو نمیفهم. آدم چه خیلی نبیرش رو از خانه پیش میکنن. گرچه بابایت باشد هم دیده بودم دامادش را با ملتیق چخیل پیش کرد. میریست ببخشو اما بابایت کمی دیوانه است. وای من تو وقتی که برای خود جای پیدا کنم میتوانم در خانه تو ایستم. چی ها میگویی؟ البته میریست. رحمت بیا میریست. بیا برای درمان لباس یابم. چیز میگویم نو نیست و مهمش که خشک است. ها رحمت می شود. گیر اینها را هم پوش. یعنی تو لباس هایت را ایوز کن. من هم رفته ایوز میکنم. منش تشکر زیاد. فاروق ما رو تنها نگذار من و دخترم با تو این سالی داریم التماس تنها نگذار ما فاروق ما رو تنها نگذار لطفا چشمت رو پوشو فاروق چشمت رو پوشو فاروق با این جوشیدید بابا جون. آهسته با دقت باشه فاروق بسیار زیبیده است. با فکرم خنده آور شدم. نه زیبیده است. اینجا قهوه نوشیدیم یاد داری؟ و چقدر زیبا بوده است اینجا. از برای شما شد اول حیات دخترم رو برباد داده فاروق همه غم رو با دل گیری عاقبت دلش طاقت کرده نتوانید تاب نآورد زندگی ما رو تلخ کرده. اینجا را با آنجا مقایسه کنی یک خرابزار است. اینجا بهتر است. کاش اینجا زندگی میکردم. این دختر را نفهمیدم. اول تو رو با یک نفر شناس میکنم گفته بود. آنجا یک کنیسر دیوانه مرا پیش کرد. باز مرا از خانه پیش کردن گفته به خانه من آمده است. تو پیشم نکنی نمیروم. نه جانم چرا پیش کنم؟ این دختر حافظش رو از دست داده است. چه بلا عجبا مرا نشناخته است. مثل جنیفر لوف زیبا است. حاضر وقتی پرسیدن اینها نیست. ولی این مسئله رو حتما باید جستجو کنم. آی یا خدایا. تلفن نمی بردارم. اقلا الا بگو. گپ زدن نمیخواهم. میلیس دخترم جواب ده. در کجایی میلیس؟ جواب ده با تلفن. این خیل نکن. پدر و مادرت خواتیر می شوند. خواتیر شوند با قدرم میرسند. به فکر من یک پیامک فرستی خوب می شود. نمیخواهم جواب نمیدهم. خیر خودت میدانی. آنها را اینجا گذاشتم تا که هوشت به اینها شود. بسیار زیبا شده است. مکانی راحت است.
به داخل درآ چون که اینجا بسیار خنک است. نه خوابش برده است. ملیس خدایا این چه خیلی شد؟ ملیس خدایا توبه. خدایا ملیس کنی بیا. شب خیر. شب بخیر. کمی ایستا. تو در حال دختر رو از خود میکنی فکر کن. تو رو میشناسد یا در اول دوملوسی ها حاضر احمد میگوید. نه این خیل نمیشود. باید حافظم را به دست آورم. پگاه اول نزد دکتر میروم. جنابی دکتر، جناب دکتر پسرم چی خیال است؟ اما کم شفا مییابند جناب دکتر. از نماز دیر ماندم. خیز دامولای ساخته بودن اداشکار می شود. دامولای دیوانه از مفتیات اجازت گرفته است. یک چند روز آمده نمیتواند. همین خیلی نیاکه خلیل. به خدا بسری او چی های که نامد. همین دامولای دیوانه است که سرش رو همیشه به بلا میموند. زامبی گفته گشته است. در این زمان زامبی نمونده است. درست میگویی؟ یک چیز گویم بچه ها، به نزدیک مفتیات این رو از امامی میگیرد. حالا میبینید شما. این یک دیوانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوه بچه این به نمازو هم همین جنکو. خیلی نگوید باز نماز را که خوندم. یه بچه این کی است؟ از مفتیات هر جا باشد یک چند روزه امام روان کرده. با فکرم امامی نه. خوب است، مناسب می نماید. استودم اومده است. با خدا استودم اومده است. نیسته با کجا میروی؟ با من چیزی شد با فکرم. خوب دیده ایستادم چی؟ هوا دیر مرا. من هم خودگیرم خوب نیست که خوب نیستم. بچه ها مولای دیوانه هم بود است که کسی جانش رو دوست بدارد گریزد. سوچه ها گریزد. بگریز هیچ بچه ها بگریز نخیرتا با. چی شد؟ هجری؟ و این جماعت چی شده است؟ استاد شما رو دیدن هدیه‌گیری رفتم. استاد خوش آمد استاد جان.
خدایا توبه، این جماعت کجا رفت؟ با خدا نمیدونم استاد هر دویمون تنها هستیم. یک سوال پرسم از شما التماس استاد. سوالت را نپرسی چری، سری من هم گرنگ شده است. یگان وقتی دیگر میپرسی. مایلش استاد، هیچ گپ نه. در مکتب اومده میپرسم تو بازدید استاد. خیر. مکتب؟ کدام مکتب؟ کاری کرده شما رو ببینید، از پشت شما شدن نماز بامداد قضا می شود. اکا نمیشه که همه هر سهر میرایی در روز نرمو نماز بامداد در خانه بخونیم. چی میگویی تو بینمک؟ در مسجد محترم دامالا زیان نماز خواندن برابری خانه است مگر؟ اکا این نمیگ یک به عقل است. ثواب نماز جماعت رو از کجا میدوند؟ شرف ای خود رفته استی خود حرمت که بچه در عصبان نرز که میپرونم تایلاقچه. من میگم که تو رو پرانم، چون که تو در این جهان یک آدم نادرکار هستی. میدونی مکیم؟ خاموش شوید، خاموش. در این صبح صادق با وجودتان شیطان در آمد. گوش کنید، مجبورم نسازید که هر دویتان را میپرانم. گوشاتم میپرانم. حالا صبر کن تو. یک دیگر را نگاه نکنید، بیرون را نگاه کنید. خدایا توبه، با این جماعت چی شد؟ هیچ نفهمیدم. و پسشان نگاه نکرده گریخته رفتن. نفهمیدم. این بوقا کی است که این خیل ماشین میراند؟ اکا اجازه ده من رو پرانم. کنی براید. خدایا این دیوانه ها چی خیل ماشین میرانند. اکا آنه ماشین، این همون ماشینی است که بادام سقراط کمک کردنگی بود. کنعان دیوانه. ماشین شیرین تعقیبش میکنید. اوه سردارم، اوه این خیال های کرتکل چی چیزهای به سر شما نآورده؟ انا بینه دستکار پیش کردن. من گفته بودم دیگر گفتن نمیخواهم، اما یعنی چند بار گفتم سردارم شما ما رو گوش نکردید. لوند از برای خدا پسرم خاموش باشه. خاموش باش، به این هم خشمگینم. سردارم این ماشین کنعانی دیوانه نیست مگر؟ اینها کی رو تعقیب میکنن؟ به من چی؟ کسی رو تعقیب کنن تعقیب کردن که. سردارم با بینیم بوی نقشه آماده ایستاده است. بیا التماس آنها رو تعقیب کنیم. مالش سردارم ها؟ یک دقیقه من یکی میپرسم از شف لوینت در سر رول مایم. اکشن. ماشین بردم ساز کردم، نگاه که چقدر زوادید میشم. ماشین رو پوشاندن لازم. با این طرف و با اون طرف رفته او را یافته نزد من آره. برم لوینت آمد. کی هی؟ کنعانی دیوانه چی گپ است در دست سیلو داری؟ باز از پسی کی هستی؟ 3-4 سم خدا داد دست دنیا را بسوب فکر کردی؟ از پسی کی شوم برادر؟ سقراط لعینی که دامالا زیا را کشته بود، از پسی آن هستم. مرا دامولازیا میگویم. من نمردم. این دیوانه ها چی میگویم؟ مردک در کاری پلیس تو چی بونی قرنت همی خلونیا؟ خاطری کرتکل از دستگیر کردن کاری پلیس است، یعنی کاری لوینت است. تو نه چی ها میگویم؟ نمی شود برادر، نمی شود. تا آن آدم را نیابم، انتقام دامالا زیایمون را نگیرم، خوابم حرام است. مردک بس است. کرتکل است. این مردک خوشبرو تا ببین از پشت همو کرتکل است. ای وظیفه‌اش سبک دوشش کردن. خاموش. کمیسر رو از وظیفه‌اش گرفتن؟ کمیسرم و چرا از وظیفه گرفتن نه؟ ای شونی کنان اروای کرتکل است. این مردک ازد 100 بار گفتم که بیاد پشت زنده ها بگردیم. این خوشبرود باشه که پدرش به هیچ کنه. ببین خاموش. همه کسا لوینت گوش کنین.
این مراتبه به خاطر سردارم تو رو میبخشم خانانی دیوانه، اما بار دیگر تو رو بینم باور کن با مرکز میبرم در شوبچه زدن این میکنم که مرده کلتا کلاسه بگردن میگیری. در تپاتو نخد هر که بخونه خد نمو گوشه که متده در زندگی بدت ببینم. گوشه میشه پلیس رو ببین چه خیل گپ ها میزنه. مرا لیوین میگه گپ ما یک بار تکرار میکنم. نمک بزیر نگه نه که ما ایت قرضدار است گوشه ای گوشه چهار چشمه خدا بینه چشمه بلغتا یا رفته بی سردارم قطعی بی سوادم خیلی گپ زدن در کن سیاستش نادن در کن. نمک چی نگاه داری گوشه آلیدین تزک رنگ نمدم چهار چشمه را بینم نمک بعد نگاه میکنه گویا که ما قرضدار باشه. یا خدایا اینها چی میگوین؟ چی کار کردن؟ یا با من چیزی شده است نمیفهمم. توبه من خواب میبینم مگر خودش چی گپ است؟ انیق کسی دروغ گفته است که من مردم. جماعت این گپ را باور کردم مرا مرده گفته از مسجد گریختم. یا خدایا خیر کمی خواب رفته راحت کنم. همینجا دراز میکشم. فاروق مرا تنها نگذار فاروق، التماس تنهایم نگذار. من به تو چی خیل زندگی میکنم. آرام باش فاروق بیسرم مرا به درد فرزند گرفتار کرد. امک جون این کار چی خیر شد عقلم نمیگیرد. چی خیل شد گفته؟ من با تو میگویم شما او رو کشتید، شوهرم را شما کشتید. هر دویتون قاتل هستید. قاتل خیزم اکران چی شد؟ این چی از در سری من؟ خدایا توبه این را بین؟ چرا من جیلک پوشیدم؟ توبه این چه گپ است؟ به خود بیا. خدایا این چیست؟ من دومالا هستم؟ به خود بیا. هم استادی دین هم دومالا هستم مگر؟ توبه استغفرالله گوشم در سرم نیست. من کی هستم ها؟ کی هستم ها؟ چه گپ باشم؟ نفهمیدم. صبح بخیر احمد. صبح بخیر. وای من میگویم با خونه رفته یک دو چیزم رو گرفته بیارم، گرچنده با اونجا رفتن نمیخواهم. این خیل نکنم آیلت هستم تشویش میشم. تمام میروم گفتم کو دوملوسیو. دوملوسیو؟ وای یعنی احمد گفتنی بودم. میلیس از من چیزی را پنهان میداری؟ ای نه جانم چرا از تو چیزی رو پنهان کنم؟ یعنی چی گفتنت رو تماما نمیفهمم. متاسفم. این کلید را گیر شاید گشته بیایی من نیستم میکشایی. تشکری زیاد آدمی خوبی. چیزی نیست. این دختر چیزی رو پنهان کرده ایستاده است. ولی چی؟ زاغ سیاه هستم، استاد احمد هستم، دومالا زیاه هستم. کی هستم من؟ این را حتما فهمیدن لازم. چی خدمت؟ با سپارش سود برای تحقیقات مرگ فروخ شنلی آمدیم. تحقیقات گفتید؟ بله. اما چی خیل؟ یک طرف استید ما درویم. амаки акрам полисҳо барои бозпурсии марги амаки фарух омаданд. полисҳо гуфтӣ? ҷаноби полис писари ман аз ҳисоби дилаш мурд. яъне ба фикрам
تدقیقات کردن از آن لازم نیست. برای مرگ فروخ شلی از بلایتون شکایت کردن. شکایت؟ کی شکایت کرد؟ من شکایت کردم. جنابی پلیس، این بابای دخترم می شود. دخترم رو با شپات زد. دل شوهرم تاب نآورد. دلش زد مرد. کلین خاموش باش. خاموش باش. مانید گپش رو گوید. دخترم رو نمی یابم. التماس دخترم رو یابید. جنابی پلیس، التماس دخترم رو یابید. با سرش باز یکان فکری بد ناید. التماس دخترم رو یابید. به او زندگی کردن نمیتوانم. خدا رحمت کند. جناب یک لحظه، این قاتلانی گناهکار رو نگرفته با کجا می روید شما؟ با کجا؟ مادر؟ با شما چی شده است؟ ملیس. مادر اینجا چی گپ است که همه‌تان جمع شدید؟ پدرم کجاست؟ اینجا پلیس ها چیکار میکنن؟ چی شده است؟ یگان جواب دیه داخل. مادر؟ اشیاهای پدرم چرا اینجا هستن؟ ملیس. یگان جواب دیه داخل. ملیس. ملیس جون، با پدرم چیز شد؟ ها؟ ملیس جون، دیروز بعدی رفتن تو پدرت دلش زد. ملیس، پدرت رو از دست داده. نه ملیس. باش دخترم. نه شما دروغ میگوید. نه پدر بابا جان گوی که این هم دروغ میگوید. پدر جان سردارم التماس یک بار ما رو گوش کنید. با نزد پسیخولوگ رویم. التماس وگرنه با این خیرهای کارتکلاس انی خراب میشویم. همون سردار امنیت با شما گفت کو این خدا در شعبه امنیت خدمت کرده. اگر این غیر رفتن گیرد عبوریت پس میشود. از چهار پگانه که داری میمونی. بعدی وظیفه شما را ماده میتم. بعد مرا نمیفوره. کدام وظیفه لیون؟ کدام وظیفه؟ از پشت کلتکلا زنم منو ترک کرد. حیاتم محو شد. تمام. من باشم میگم که شادانامه و سلاحتان رو سپرید. از این پس سردار من میشم. با نزد پسیخولوگ رفته شما رو تبابت میکنیم. بازگشته با تشکیلات میویم. فهمو؟ اعتراض نکنید. میرویم. ای رب با همین پسیخولوگات اخرم در جایش هست. خدایا کلتکلاس باز در همین جا اینجا چیکار میکنن؟ کلتکلاس لیون کلتکلاس بزار کدیمو کلتکلاس با کسانت کلتکلاس میگویم کلتکلاس میرود بای تمام سردار خدا قربان از خیر آرام باشه. سردار خوش کنم آرام باشه. کلتکلاس نیست. کلتکلاس اول رفت
یک پزور خیلی قدیمو کارت کلاس میمونی یک دم آرام نفس بکشه کارت کلاس کی بودنم رو اینجا میتوانم بفهمم. رفتیم برادر. سلام، نزد جنابی محمد آمدم. مرحمت در اتاقش هست. بیاد یوردی و سردار من یوردی اینا با به مرخانه رسیدیم سردار. زود باشه دید حالی سردارم بسیار بده. سردار در اینجا کارت کلاس نیست. در خوشون سردارم تمام خدا دور با دست گیرید. انا در به مرخانه رسیدیم. اپا جان تیز همین دولانی سردارم بینه که 180 با 20 همین خیلی تنش کردم مگه دست میسونه. آنجا گذاشته شینه التماس نوبت رو رعایت کنه. خیلی نمیشه ما یگان خیلی نوبت پابات انتظار نمیشه. ما پلیس امروز به نوبت باید بداره. این مردکه می در پشت صدا نمیتونه. بمره جو بیره کی میتای؟ التماس گذاشته شینه. تمام سردارم آروم شو سردار. اکا جان احوالش گنده بداره. تمام به این طرف گذاریم. تمام سردارم تمام نوبت گرفتیم. لحظه شبیه رنگ ویبراسیون می لرزه. سردار یک طرف از این طرف چه خدمت میدونیم. جناب اونر مرا میشنوید؟ سردارم میشنوید دکتر چی میگه؟ میشنوید؟ اونر جان آرام باش آرام. من در کجایم؟ جایتون امن است جناب اونر. دردتون رو خوب میفهمم. راهی طبابتش ساده است. کلت کلاس گفتنی گپ نیست. این در نظرتان میتابد. دیدید دکتر چی میگه؟ شنیدید؟ آها. اما جناب دکتر این خیلی آدم هست میبینم او رو در همه جا میبینم. کسی رو که میبینید سال هاست که مرده است. حتی با جناب لیوین در جنازه‌اش اشتراک داشتید. سردارم دکتر مرا پرسید که چی درد داره. من همش نقل کردم. انشالله که خوب تبابت. معلوم است که کلت کلاس در حیات شما تأثیری کلان گذاشته است. برای همین پیش نظرتون میتابد. اما جناب دکتر 1 سال بود که او رو ندیده بودم. دیده شدم. بله چی چیزهایی ندیده بوده؟ این خیلی کارها میشوند. این حالتها میتوانند به معاینه‌تان تأثیر جدی رسانند. مردم اینقدر دردی زیاد داشتن. زود باش برادر. کاری میکردگیتان آسان است. وقتی کلت کلاس رو دیدید تو نیستی بگوید. دیدی؟ اوه خیال هایی که شما میبینید میتواند به شما تأثیر فیزیکی رساند. پایتان را زیر میکند. با شما گپ زدن میخواهد. حتی شپوتی میزند. ای خدا نگاه داره. شما طوری رفتار کنید که گویا آنها را ندیدید. و شما یک دورو می نویسم. اگر درست استفاده کنید دیگر خیال ها را نمیبینید. رحمت بر پدرتان. رحمت دکتر. تشکر زیاد. خدا شفا دهد. سردارم شما در بین انتظار شوید. من دکتر گوشش یک تاهم میتم پلوش میتم کن اینجا بیا. چه خیلی که کسل دروغ گفتی من دروغ نگو. راست شو بگو. همین کسل سیاد میشه و کم خیلی دیونه میروه. اینجاست. جناب دکتر انا وای در اینجاست. وای کلت کلاس در اینجاست. انا وای انا جناب اون کسی نیست. این رود لحظه دکتر گفتی سیاد میشه و دیوانه تر شد کو. داروها رو منتظم خورید. گفته هایم رو اجرا کنید. اگر کلاس رو بینید که اینجا نشسته است پروا نکنید. سلام داده رفتن گیرید. به قفایتان نگاه نکنید. دانتا بگیره گوش کن. اگر گفته هایم رو اجرا کنید زود شفا میابید. تکرارا خدا شفا دهد. مالی ماش ما میگیریم پول تمیرم. خب شنیدی دکترم از این پس ما از کلت کلاس نمیترسیم. او از ما باید بترسن. به این هم نیست کو. چرا از کلت کلاس ترسم؟ بله سردارم دورات سری وقت دیونگی را بس کن شوشا زنن میتم. زیر نشد جانب.
میگویم لوین من وای رو دیدم با چشمم دیدم یک دقیقه با من گوش کن از همون دارو یک تخوره ان شاءالله خوب بشه دارو که دکتر داد کجاش کردی تلفن چی سمی تعزیه‌ام رو قبول کن اکای فاروق وفات کرد چی؟ جناب دکتر من حافظم را گم کردم نمیابم در کوتاه‌ترین مدت حافظم را یافتن لازم برای همین آمدم فهمو جناب احمد برای طبابت شما تنها یک راه است این هم گیپنوز میلش گیپنوز چیزی که هست طبابت کنی چه خوب درس میدیدی مثل فیلم های عاشقی آواز رو سنجیم 1 2 بانو خانم بانو میسیس بانو همش طوریه We use the future perfect continuous tense to say that something continue until a particular event or time in the future. For example, in April she will have been teaching English at Uslan Mazhen School for Fabers. همه انگلیسی را که نمیفهمده درس هم نمیفهمده بله برادر بسیار دلگیر شدم من یکون چیز رو نمیفهمم مرم رنگ تا همه انگلیسی را که اولش نباشه آخرش هم نمیفهمده You can't understand because you're an idiot. Because you عجینه خدا در عجینه فهمیدی؟ بچه ها Let's do an example. Juniper Bill has been living with house. Come in please. بانو جان از صبح تا حال درس گذشتید گروس نشدید با فکرم فشارتون پس شد جانم لیمونچویتون آوردم What hell are you doing here? نه معلمه شما رو نفهمید وای انگلیسی رو بمبا میفهمد چی؟ کودک آخه کجاش رو نمیفهمم وقتی که من انگلیسی رو میدونستم انگلیسی رو سوز گپ زدن نمیتونستم ایدو وایس معلومه همه گشنگی به انگلیسی چی میشه زتی چه گشنیم چی اینا تغری گفتم تغری اما در هر جا تغییر مییابد sorry Mrs. Bano I took is food I took is food potatoes food for you برای تو Mrs. میسیس من فکرم دختر شوهردار رو میگفتم میستر باشد موسفیده کنم این شوهر نداره من فکرم میس میشه میسای علمینه اخ خدایا میس سوری میس بانو بده هنک شمانو میس بانو I got for you potato in the chicken for you only for you اینها رو گرفتن زود و بیرون را No excuse me no You are angry because you are angry جناب احمد اکنون چشمانت رو پوشید پوشم؟ در روی یک اقیانوس پرواز کنید چه خیلی در روی اقیانوس پرواز میکنم مگر پرنده هستم؟ اینش رو فکر نکنید گفته مرا کنید در بالای یک اقیانوس رفته ایستاده خب کدام اقیانوس؟ اینش رو بگید مهم نیست
اقیانوسی کلان باشد. چه خیلی مهم نیست. میرویم اما فکر بازگشت را کردیم. جناب احمد به گیپنوز خلل میرسونه. بخشش نفسی چقدر گیره. آرام استید. نفس خالی شد. تنها خودتان رو فکر کنید. دیگر هیچ چیز رو فکر نکنید. من حاضر از رقم 5 به قفا حساب میکنم. 0 که گفتم خوابتان میبرد. بعدا تنها به گفته های من حرکت میکنید. 5 4 3 2 1 0. بله جناب احمد، از شما 6 ماه پیش در کجا بودنتان رو میخوام دانم. حاضر در کجایید؟ نمیدونم. در یک تاریکی هم. چی رو دیده ایستاده اید؟ هیچ چیز. تاریکی. Mrs. and Mr. Officers خانمان officers جنابان. And I got to do seaside in why night no sun night Bonu Rostigi I love you it is for you. زود برون بچه ها گرفته براره درو. No شوکت میرینجی میزنم چوزونو در عشق بانو. چه گفتیم بچه ها؟ زود برون برو میگویم. خانم بانو من دست رو ویران کردم. معذرت میخوام. شما و بچه ها رو تنها میگذارم. همون کشکا رو گرم و گرم بخور که دنبلا گفت که خنک شود تاثیر دا کم میرسه. من رفتم. اساسا میرم. اینجا بیا. زود اینجا بیا. اینها رو گرفتم و برون برو. No گفتم که نو. لطفا اینها برای شما هسته بانو جان. بچه ها لطفا همین معلومتون رو بفهمونید. در نوروز کارتشکا بیرون خوردن ثواب باید. برای کار نوروز مبارک. توی قطاره مرم. سویپ کوی کاش که بچه معلومه من میکنم. بچه ها خاموش شوید. خاموش شوید میگوید. حالا هم چیزی رو نمیبینید؟ دکتر من 6 ماه پیش در کاما بودم. چی رو میبینم؟ تمام. این خیلی باشد 1.5 سال پیش رو میبینیم. حاضر در کجایید؟ در یک جای تاریکی. چیزی ندیده ایستاده؟ نه مثل که یک آدم را میبینم. یک آدم را؟ میدود دیوانوار میدود. دویده ایستاده است؟ مثل که از چیزی گریخته ایستاده است. این آدم باید شما باشید. ندیده ایستادم. در رویش نقاب دارد. نقاب دارد؟ بله. فهمو نقابش را کشید؟ کشیدم. اکنون چی میبینید؟ هیچ چیز. نقاب. این نقاب را نیز کشید؟ کشیدم. اکنون چی میبینید؟ باز نقاب. شد جناب احمد. حاضر از 3 به پایان حساب میکنم. بیدار میشوید. 3 2 1 0. چخله جناب احمد؟ خوبم. متاسفانه کاری کرده نمیتوانیم. حافظه‌تان رو از دست دادید. گذشته‌تان رو دیده نمیتوانید. یعنی چه شما کاری کردن نمیتوانید؟ چی میشود؟ وای آدمین خوددار کی بود؟ احتمال کلان است که شما هستید. از تأثیر چیزی مینتان خوب نیست. خودتان رو نمیشناسید. آن نقاب باشد بین شما و گذشته‌تان پرده شده است. حافظه‌تان رو که از دست داده در زیر نقاب رویتان رو دیده نمیتوانید. تماما گم شده رفته اید. از برای خدا یابی دکتر جان. کاری کرده نمیتوانیم. هفته آینده باز گیپنوز میکنیم. میبینیم چی میشود. نه یعنی یگان نمودی تبابت وجود ندارد؟
در این خیل حالت ها انسان ها از گذشته یگان معلومات مهم پیدا میکنند، حافظهشون برقرار می شود، یا اینکه یگان ضربه خورد حافظهشون برقرار می شود. شما نیز در کوتاه ترین مدت به سرتان باید ضربه سخت گیرید. ضربه خوردنم لازم؟ بله. همینش نمیرسید. بله جناب، بله جناب، شما هیچ خواطر نشوید. مایلش در حال از نظر میگذارم. تمام تا بازدید. کمتر با دقت شوید نمیشود ها؟ سوختم خانم جان، سوختم، محو شدم. پرابلم چیست؟ صاحب این مکتب زنگ زد، میگوید طلبه که صنف را آتش زد پیدا کنید و ضررش رو از پدر و مادرش ستون. یعنی هیچ کس مانع شده نمیتواند؟ گوش کن خانم، لطفا ما رو با دقت گوش کن. وای طلبه که در رو محکم کرده صنف را آتش زد کو، برای یافتنش باید تمام طلبه های صنف را کتکو کنید. تو رفته معلم شیرالی رو دعوت کن، بعد از تنفس به صنف حمله میکنه. تمام. باز به هیچ کس نگویی. خاموش میستم. سلام. امروز کمی ناراحت менамоӣ. ба ту ягон чӣ шуд магар? چیزی نیست رحمت. чунин наменамоям. شده باشد شده است. به تو چی؟ چرا منو غمخوری میکنی؟ غمخوری نکن فهمو؟ تماشا کرده ایز دختر را از آن خود میکند. ندیدی مگر دختر از پیشش خسته رفت؟ گوش کن، عشق بزرگ از نفرت آغاز میشود. شاعرانه گفتی. من این دختر رو به این ابله نمیدهم. تو فقط گپ میزنی و خلاص. این کارو چه خیل میکنی تو؟ از بطه نشان میدیم. این کلیدی که از تیریزه پرتفتی نیست؟ دیرکتور کسی رو که صنف رو آتش زده است کافت کرده شده است. خیر من باشم این ابله رو تا بعد از مکتب پیش میکنم. فهمیدی؟ دختر با من میمونه. اگر او در نزدش نباشد کاری من آسان میشود. یک لحظه تو جدی میگویی؟ صبحان باشد امروز از مکتب پیش کرده میشود. رسمی بانوی من در کجا باشه؟ بانو جانم کجایی؟ اینجا بودسته. بانو جان در عشق تو شوکت غریب و بینوا. به خدا پیش عشق تو هم یه صغره بیچاره بودم. من کیه؟ یه خوری زاغی سیاه آدمی نقابدار من هستم مگر؟ این چه علاقه داره؟ به طور خودم استاد دین هستم. من به این چیکار دارم؟ خود به خود گپ زدن رو سر کرده. به خدا اوستی کارتکلیس هست؟ یا خدا جانمه شوکت رو در پناهت نگهبان باش. راهش را شاد گردان، جویش را جمع، منزل آخرتش را آباد سازو. در نظر من نتوان. یا خدا جان این همش در خیالم است. در آنجا یه چیز نیست میدونم. با خدا این خیال نیستی در همین جا. بانو جان. ها چی میگویی؟ ممکن است من از تو یک سوال پرسم؟ چی میپرسی؟
نزدیک بیاید یک چیز رو به شما نشون میدم. چی رو نشان میدهی؟ یک چیزی که تو زیرا ندیده شه. نزدیک بیا. بانو امیر رو میشناسی؟ کی رو؟ کالتاکیلاس رو. کالتاکیلاس رو؟ کالتاکیلاس است کو؟ میدونی کالتاکیلاس رو؟ او برای من برادرم میشود. اکام میشود. رحمتی ای دنیا گذشتگی یادش کردم. کدومش برادرت است؟ انا همون که در بری شما است کو؟ مگر نمیبینید بانو؟ خدای توبه کردم. تو رو به جای اونه که به دیوانه خونه برند آشخانه رو دادن. دیوانه هستی مگر ها؟ آی بیزار کردی. بانو جانی من راست میگوید. من دیوانه شدم. در اینجا رسم کالتاکیلاس نیست، اما من میبینم. خواجه بگو که منم دیوانه منم. در اینجا رسم کالتاکیلاس نیست در نظرم به تاوه حالیم دمیجه به خدای در نظری منش. تو در اینجا چیکار میکنی؟ این چی حال است؟ محترم دیرکتور، از شما یک چی پرسم ممکن؟ از من هیچ چیز نپرس. رفته قهوه بیار. تمام میارم، اما اول به شما یک صورت رو نشان دهم. بسیار گپ نزن، هر چی گفتم امون را اجرا. تمام محترم دیرکتور، من رفته برای شما قهوه میارم. پولچه تیار کن، از من میارم. عزت کن اینجا بیا. بگی صورت امیر دفع کنی بگی. حاضر میگیرم جناب دیرکتور، حاضر. جناب احمد وقتی خودش رو تغییر داده است، رسمش رو نیست تغییر دهد. بسیار خوب. و بیا اینجا را توضیح کن. به دست دیر ماندم. باز مدیر سرزنش میکنه. اینها کی هستن؟ دستانت را بالا برداشته و بیرون برو. یگان کاری خطا نکن، نباشد میپرونم. برادرها شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ شوخی نکن، باز نشناخته است ما را. بسته به ماشین پرتوید. چی را میبندید برادر؟ در بین شهر بخیر است؟ بسیار گپ نزن، دردت را به سقراط میفهم. سقراط؟ او کی است؟ شما چی ها میگوید جناب؟ ما را نمیشناخته است. پروا نکن، او تو را میشناسد. ولی پیشکی بگویم که این بار با بهانه مرگ خلاص نمییابید. چرا نگاه میکنید؟ بندید او را. به سقراط بگو عجله نکنه. خیلی که نباشد خودم میآیم. یک رسمش رو میگرفتیم. رفته به سردار چه خیلی اثبات میکنیم که این بیناموز زنده است. بیا رفتیم. دوست داشتهش رو تقیم میکنیم. ما رو به نزد اون میبرد. چند بار با تو گفتم که به اجازت من از خانه نبرو. به اجازت از کی سر
نگیر پولها رو به کجا مصرف کردی گمزن گفتم شیطان من به تو بگم گمزن چرا گم نمیزنی یا خدایا این چه روز سیاه هستن. مشکلی های این مردم مرا میجویند و من چی؟ اوف، زهرا را بسیار یاد کردم. لعنت به این مرد. بودی همین روز پولهایم رو کفته بیار. یا تو چیکار میکنی؟ هستی؟ چخل به خانه زده در اومدی؟ تو چی حق داری ها؟ چرا این زن را میزنی؟ گم شو از خانم. زن زدی من از خواهم رو میزنم. کنی بینم چقدر زور است. زرده مرا سرم برد. همین خدا. یا خدایا. من اینجا چیکار میکنم؟ خانم شما کی هستید؟ بخشش خانم من اینجا چیکار دارم؟ خدایت آمد این حادثه ها را ببین. در خانه که کسی را نمیشناسه من چیکار میکنم؟ نفهمیدم. با دکتر رفتم بدتر شدم. مرا گیپنوز کرد. حالا هم زیر تاثیر گیپنوز هستم که چیزی رو نمیفهمم. لعنت به من. خواستی رفته باز با این معینه طلبه ها را درس دهم. برادر من نمیفهمم که چی کار کردم. استاد بخشش قهوه‌تون تا همینجا را آوردم سری فرزند رفت. حاضر رفتم نوشم بیرون. خدایا خداوند مرا در پناهت نگهبان باش. آمین. یا خدایا